دیروز پروانه طلایی جایزه جشنواره بین المللی سینمای کودکانه در شهر تفلیس را گرفتیم. عشق اول فیلمی که با شاگردانمان تهیه کردیم بهترین سیناریوی کودکان تا 13 ساله اعتراف شد. اینجا مکتب کینو برای کودکان است. برخورد به این موضوع جدی است. در این مکتب به کودکان طرز نوشت سناریو، شیوه کار کارگردان و مهارت هنرپیشگی را درس می‌دهیم. ایده تأسیس آن خیلی بروقت در من ظهور کرد. من خواهش والدین را مشاهده کردم که می‌خواستند کودکان با هنر آنها تعلیم کسبی در رشته سینماگری بگیرند. من از درس‌های کوتاه سر کردم. جهت فرق کننده کار ما این است که شاگردان آفرندگان فیلم هستند. از ایده سر کرده تا نوشتن سیناریو و کارگردانی ما استادان آنها را هدایت میکنیم. ما نظارت میکنیم که قوانین آفریدن کینو نشکند. علاقه 50 ختم کننده داریم و حالا زیاده از 150 کودک اینجا تحصیل میکنند. وقتی بار اول به این درگاه قدم گذاشتن همه میخواستن هنرپیشه شوند. چون چند درس را پسی سر کردن فکرشان تغییر یافت. میگفتند کارگردان میشویم. با نوار بردار کار میکنیم. آنها اکنون میدانند چهره آرای، کاسکادیار، پرودیوسر و مؤلف کیست. راه را مستقلانه و آگاهانه انتخاب میکنند. توجه دولت ضرور است. ما به فیلم آفری باید نگاه ها را تازه کنیم. ما چیزهای زیادی را از دست دادیم. حالا می‌خواهیم مکتب دستگاه‌های فیلم آفری داشته باشد. فکری پیدا کردن پول را داریم که دستگاه بخریم. اقلاً 2 دستگاه عکاسی و 1 نوار برداری تا این دستگاه‌ها را از سازمان‌های دیگر اجاره نگیریم. این آن چیزی است که برای ترویج فیلم آفری ما ضرور است. ما آماده همکاری هستیم. عرض سپاس به آنهایی که ما را دستگیری میکنند و همیشه پهلوی ما می ایستند. ناامید نیستیم و همیشه به پیش حرکت میکنیم.